سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز اختصاصاً میخوام چربی شکم و راهکارهایی که بتونیم این چربی لعنتی رو از بین ببریم براتون صحبت کنم. اما قبل از اون توزیع چربی در بدن رو براتون توضیح میدم. اول اینکه اگه چربی در کل بدن تجمع پیدا کنه در اثر مصرف مواد غذایی مضر و شیرینی ها هست. افرادی که چربی زیر شکمی دارن، همونطور که در یک فیلم جداگانه گفتم قبلا، در خانم ها ممکنه به خاطر مشکلات هورمونی باشه، اما بیشتر در اثر استرس و اضطراب هست. کسانی که چربی شکم به اضافه چربی پشت کمر دارن در اثر بی‌تحرکی ایجاد میشه. افرادی که چربی در قسمت پایین تنش رو هست، وراثتی بیشتر هست، اما در اثر مصرف نان و غلات هم ممکن هست ایجاد بشه. افرادی که احساس میکنن معدهشون متورمه و قسمت روی معدهشون احساس بزرگی میکنن، در مصرف الکل، افرادی که مشکلات تنفسی دارن و همینطور استفاده کردن از مواد غذایی که نفاخ هستش دیده میشه. امروز همونطور که گفتم میخوایم اختصاصاً چربی شکمی رو با هم بررسی کنیم، ولی قبل از اون باید بدونیم دو نوع چربی در بدن وجود داره: چربی زیرجلدی یا چربی زیرپوستی که تقریباً 85% چربی بدن رو تشکیل میده و اگر شما نیشگون بگیرید اون چربی توی دست میاد. و چربی دوم چربی احشایی هست که تقریباً 10% وزن بدن رو، چربی بدن رو تشکیل میده و یه چربی بسیار مرموز و خطرناکیه. در اعماق بدن، در اطراف روده ها و کبد تجمع پیدا میکنه و سورس و منبعی برای بسیاری از بیماری ها از جمله دیابت، بیماری های قلبی عروقی و انواع سرطان ها خواهد بود. خب حالا بریم سراغ راهکارها. اما قبل از اون اگر از ویدیوهای من استفاده لازم رو میبری، خوشحال میشم کانال خودت رو سابسکرایب کنی، لایک کنی و کامنت بگذاری تا اگر مفید باشه بقیه هم بتونن ازش استفاده کنن. ممنونم. اولین راهکار اینه که به رژیم غذاییتون خیلی باید توجه بکنین. اینه که رژیم کم کربوهیدرات رو جایگزین رژیم کم چربی کنین. خیلی از افراد دیده میشن که رژیم کم چربی میگیرن، اما رژیم کم کربوهیدرات خیلی میتونه موثر باشه که در حقیقت همون رژیم کتوژنیک خودمون هست. به جای اون کربوهیدرات‌هایی که مضر باشه تا حد زیادی محدود میکنیم و به جای اون از اسیدهای چرب مفید و ضروری و پروتئین بالا استفاده میشه. محققان اومدن به مدت 6 ماه در بین دو تا گروه که رژیم کم چرب و کم کربوهیدرات گرفته بودن مقایسه کردن. دیدن افرادی که رژیم کم کربوهیدرات گرفتن تقریبا وزن بدنشون 5 کیلوگرم بیشتر کاهش پیدا کرد. علاوه بر اون باید خیلی دقت کنید که رژیم کم کربوهیدرات میتونه عضلات رو تا حد زیادی حفظ کنه. خب ما میدونیم که چون توی رژیم پروتئین بالا پروتئین بالا و اسیدهای چرب مفید استفاده میشه، در حقیقت علاوه بر چربی که از دست میره عضلات میتونن حفظ بشن. همونطور که ما میدونیم وقتی وزنمون رو کم میکنیم علاوه بر چربی عضلات هم تا حد زیادی از دست میرن، اما توی رژیم کم کربوهیدرات نسبت از دست رفتن عضلات نسبت به رژیم کم چرب خیلی کمتر بوده. به برنامه غذایی فکر کنید نه به رژیم غذایی. این راهکار دومی هستش. چرا؟ چون وقتی که شما میخوای رژیم غذایی بگیری بدنت به طور ناخودآگاه به خاطر استرسی که بهش وارد میشه در مقابل رژیم غذایی یک مقاومتی رو در حقیقت نشون میده. رژیم کم کربوهیدرات در حقیقت مزیت دیگهش این هست که به جایی که از کربوهیدرات‌های مضر بیای استفاده بکنی که کالری های زیادی دارن، بدون شمارش کالری شما میتونی غذاهایی رو با فیبر زیاد و پروتئین بالا مصرف بکنی و همین فیبر زیاد و پروتئین بالا احساس سیری طولانی مدت تری رو برای شما به وجود میاره. سومین راهکار مثل همیشه این هستش که توی برنامه زندگیتون حتما ورزش رو قرار بدین، تحرک داشته باشین. شده 30 تا 60 دقیقه در طول روز باشه این حرکات رو انجام بدین، چون خود ورزش و حرکت کردن مقاومت و انسولین رو کاهش میده و در نتیجه در گذر زمان خیلی از بیماری ها رو میتونه کاهش بده.
انجام حرکات قدرتی و استفاده کردن از وزنه حتی اگر کم باشه، متوسط باشه، خیلی میتونه به چربی‌های شکمت کمک کنه که آب بشن و به جاش عضلات شکم تقویت بشه. چرا؟ چون خودتون میدونید استفاده کردن از وزنه به مرور زمان برابر هست با عضله سازی بیشتر. شما اگه در حال رژیم هم باشی، رژیم غذایی هم باشی، میبینی که اگر از وزنه استفاده بکنی چربی های شکمت بیشتر آب میشن و عضلات بیشتر ماندگاری پیدا میکنن و حتی تقویت هم میتونن بشن. به عنوان پنجمین راهکار، اگه میخوای چربی های شکمت آب بشه، از غذاهای فراوری شده تا حد زیادی استفاده نکن. خب شکر و افزودنی ها که به درد نمیخورن، نمک هم خودش باعث تجمع مایع در بدن میشه و باعث تورم بدن میتونه بشه. از غذاهایی مثل کالباس، سوسیس و غذاهایی که کلا فراوری شده هستن باید شما پرهیز بکنید. ششمین مورد این که به خواب خودتون خیلی اهمیت بدین. تحقیقی که در بین کسانی که 6 ساعت خواب شبانه داشتن و کسانی که 9 ساعت خواب شبانه داشتن، دیدن افرادی که 6 ساعت خواب شبانه دارن دور که شکمشون 3 سانتی متر بیشتر از افرادی بود که 9 ساعت خواب داشتن. اما به عنوان هفتمین مورد و مهمترین مورد این هستش که به خودت اعتماد داشته باشی. اینه که به سایز بدن توجه داشته باشین همیشه، نه به عدد ترازو. چرا؟ چون بیشتر توی ورزشکارا هم دیده میشه، کسانی که رفتن باشگاه. ببینیم وقتی که شما عضلات رو اضافه میکنی و چربی ها میرن، چربی ها آب میشن، سایز بدن شما کمتر میشه ولی عدد روی ترازو ممکنه اصلا تغییری نکنه. شما وقتی که داری چربی شکمت رو آب میکنی با راهکارها، منتظر این نباش که عدد روی ترازو تغییر بکنه. از 1 متر استفاده بکن همیشه و اون اندازه دور شکم و دور کمرت رو اندازه بگی. اون سایز خیلی مهمتر از عدد روی ترازو هست. به طور کلی به عنوان یک تجربه بخوام برات بگم، به طور خلاصه، اول اینکه خواب مناسب داشته باشین. خواب خیلی خوبه، براتونم گفتم. دومی که از شکر رو کلا حذف بکنید، یعنی مواد غذایی که فراوری شده هستن مثل شکر رو حذف بکنید، کیک و کلوچه و اینها. موادی که کربوهیدرات طبیعی دارن تا حد متعادل استفاده بکنید. بعد یک چیزی که به عنوان تجربه برای خودم ثابت شده، از رژیم روزه‌داری متناوب به عنوان یک شوک در هفته میتونی استفاده بکنی که بعداً براتونم توضیحش میدم کامل و قبلا هم اشاره هایی رو به رژیم فستینگ داشتم. و یه موردی که خودم خیلی ازش استفاده میکردم زمانی که دیسک کمرم عود نکرده بود و باشگاه میرفتم و الانم انجام میدم و برای کسایی که دیسک کمر هم دارن مناسب هست، انجام حرکات ورزشی پلانک و پل باسن هستش که در حقیقت خیلی کمک میکنه. وقتی این حرکات رو انجام میدین حتما تمرکزتون رو روی عضلات شکمتون بذارین و شکمتون رو منقبض بکنین. حداقل 6 ثانیه در اون حالت انقباضی نگه دارین و حرکت وکیوم که قبلا توی ویدیو کوتاه براتون گفتم هم خیلی مفید هستن این حرکات به مرور زمان. جالب اینه که این پلانک و پل باسن هم برای افرادی که دیسک کمر دارن مضر نیست، تازه مفید هم هست. البته پل باسن رو نباید با وزن انجام بدی اگر دیسک داری. و رژیم فستینگ هم که بهتون گفتم به عنوان شوک استفاده کنین. رژیم کتوژنیک هم خوب هست ولی طولانی مدت نباید استفاده بکنین. به جاش رژیم کم کربوهیدرات مضرتون رو حذف بکنین، کربوهیدرات مفید رو بذارین، پروتئین بالا استفاده، یعنی تقریبا یه رژیم مثل رژیم غذایی بدنسازا و ورزشکارا رو بیاین پیش بگیریم. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و مانا باشی و مطالب من برات مفید واقع بشه.